زیاوالدین نعمتов همراهی دوستش فرهادخان محیدینов طول 10 سال در خارج آشپز شده کار کردند. بعدی بازگشت به وطن تصمیم گرفتند که یک قهوه‌خانه زمانوی را به استفاده دهند. قهوه‌خانه را گل بادام نامگذاری نمودند. مقصد آماده نمودن طعام‌های بامزه و سرغذا برای میزبان میباشد. قهوه خوردن و صحبت کردن اینجا میتونن آموزش صحبت کرده میتونن. در قهوه‌خانه گل بادام که در میکروناحیه 8 شهر خوجند مورد استفاده قرار گرفت، طعام‌های ملی و هم اروپایی پیشنهاد کرده می شود. با گشوده شدن قهوه‌خانه 6 نفر ساکنان شهر خوجند با جای کاری دائمی تامین گردیدند. داخل قهوه‌خانه به طور اروپایی مجهز شده است. آشپز فرهادخان محیدینov میگوید که هدف اساسی خدمترسانی عالی به ساکنان است، زیرا کسب انتخاب کردهش همین را طلب میکند. بیشتری محصولات برای طعام استفاده میشده را خود آشپز انتخاب و آماده میکند. مثلا من میسنوی اسارتی کالبوسه، کورینی رولت، میسنوی رولت، دنبا کاپچونی حسابچه عبارت است. آبی غازه می کالبوسه موندگی همش خودمون میکنیم، همینجوری میکنیم. استیصالی خودمون گوشتی تازه کردی. فرقش آمی ما همش همین حرکت میکنیم خودمون وای کنیم. همین کالبوسه حرکت میکنیم آیندهش به همین هم نگیریم. همین چیزای خودمون همینجا استیصال کرده همین چیزا بروریم. بیگانخه پریپراو بیگانخه چیزای خیمیکات. برای در عمل تطبیق نمودن ایده دو جوان که از مهاجرت به وطن برگشتند، صاحبکار عارفخان محیدینov کمکی مالیوی کرده است. آنها میخواهند که در یک جایگاه احتیاجمندان را با جای کاری دائمی تامین نمایند. هرچند در قهوه‌خانه الحال خوراک‌های ملی و اروپایی آماده کرده می شود، اما جوانان نقشه دارند که طعام‌های ملی کشورهای جهان را نیز به نامگاه خوراکواری داخل کنند. مقصد تشکیل کردن این قهوه‌خانه اولش این که در همین میکروناحیه همین خیل قهوه‌خانه همین خیل یک جای خوشمنظری که آدم عمده خلق عمده یک دم گیرن عائلوی دم گرفته خوراک‌های دلخواستشون برای خوردن ما همین تشکیل کردیم. دیگرش همین که چند از همین میکروناحیه ما کارگرای جلب کردیم برای همینجور کار کرده با جای کاری تامین شدنشان به ما حرکت کردیم. ما کوشش کردیم که در این قهوه‌خانه خوراک‌های آسیایی و اروپایی یک کرده به خلق پیشنهاد کنیم. شهر خوجند شهر صنعتی است. از این را برای آغاز فعالیت صاحبکاران خرد و میانه شرایط مهیا بوده. آنها بعد به رسمیت درآوردن حجت‌ها کار میکنند. فرهادخان و ضیاءالدین نیز میخواهد برای پیشرفت کشور ذره باشد هم سهم گذارند. گزارش گنجینه عالم و نسیم جان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.